سلام، وقتتون بخیر. امروز در خدمت آقا پویان عزیز هستیم که پدرشون برای تولد 15 سالگیشون یه BMW بهشون هدیه دادن. آقا پویان مبارکتون باشه. حستون چیه؟ هیچ حس خاصی ندارم عزیزم، مبارکتون باشه. ان شاءالله که به سلامتی سوارشین. دوستش دارین؟ معمولیه، بد نیست عزیزم. آخه بچه فسخری، بچه 15 سال بچه فسخری ترن در بوش چی میده ماشه BMW تو هنوز به طرف من اجازه من ماشه BMW ندارم. هیچ خاصی، من هیچ حس خاصی ندارم. آخه بی عقل بی بز من آرزوشونه که اینو پناه داشتن شاید تو چکپتی من بخ مردم بکنم اینا تو اون باباتی که تو بابات داره. آقا قطع کنین دوباره اصلا یک بی عقلی ماشین بیه من 15 میلیون هیچ خاصی ندارم اصلا. بیه بابا گو خورد بابا دهن تو